بچه ها سلام، وقتتون بخیر. یکی از سوالاتی که بچه هایی که به سال کنکور میرسن اینه که آقا ما چه آزمونی شرکت کنیم. ببینید بچه ها، ما به طور خلاصه 3 یا 3 دسته 3 نوع آزمون داریم. آزمون های آنلاین مثل یه سری مؤسسات ماز، لرنیتو، تستر و حالا مؤسسات دیگه و مؤسساتی که جدیدن اضافه شدن. یه سری آزمون حضوری داریم مثل گاج، قلمچی، گزینه 2، سنجش، مرآت، مبتکران، نشانه و الی آخر. یه دسته دیگه ای وجود داره به اسم خودآزمون. این خودآزمون یعنی چی؟ یعنی شما خودت از خودت آزمون بگیری، مشاورت از شما آزمون بگیره. ولی خب یه بدیهی که داره اینه که جامعه آماری خیلی پایینی داره آزمونای خودآزمون. خب بریم سراغ این که ما اگر قرار آزمون بدیم یا آزمون خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه. خب ببینید بچه ها، 5 تا نکته اول برمیگرده به کیفیت آزمون، یعنی طراحایی که آزمون رو طراحی میکنن چه کسانی از و پروسه طراحی آزمون به چه شکله، توزیع مناسب سوالات سخت، آسون و متوسط به چه شکله، تطبیق سوالات با سوالای کنکور سراسری چه جوریه، سوالات اشتباه آزمون کم باشه، سوالات تکراری تو طول سال خیلی کم باشه، وجود نداشته باشه. مجموع این 5 تا مبحث و نکته کیفیت آزمون رو مشخص میکنه که حالا من نوشتم براتون. در وهله اول آزمون‌های جامع سنجش که بعد عید برگزار میشه. یه دونه جامعه اول، جامعه پایه 10 و 11 و بعدش 3 تا 4 تا آزمون جامعه کنکور داریم. در این بهترین آزمون از لحاظ کیفیت، بعدش قلمچی، گزینه 2 گاج و سنجش هایی که تو طول سال برگزار میشن آزمون های بعدی هست. نکته بعدی نحوه محاسبه تراز و نزدیکی اون ترازه به کنکوره. ببینید بچه ها، ما تراز رو هیچ فرمول خاصی وجود نداره که بگیم تراز به این شکل به دست میاد، اینطوری میشه. ولی هر مؤسسه یه فرمولای خاص خودشو داره و از اون برم ترازی که ما توی کنکور میگیریم کاملا فرمول پیچیده‌ای داره و هیچ کس نمیدونه و سازمان سنجش هم حتی اعلام نکرده این موضوع رو. ولی خب حالا با توجه به ترازهایی که هست، نزدیکی که این ترازها تو رتبه شدن، نتیجه‌ای که بچه‌ها میگیرن توی کنکور داره، ترازهایی که سنجش اعلام میکنه در رده اول، بعد گزینه 2، بعد قلمچی و بعد گاج. یک مورد دیگه جامعه آماری مونه. جامعه آماری یعنی چی؟ یعنی تعداد شرکت کنندگان اون رشته، اون پایه در اون تاریخ به خصوص آزمون یا در کل ساله. که خب جامعه آماری قلمچی از همه بیشتر از تمام مؤسسات، بعدش سنجش هایی که بعد عید برگزار میشه که توضیحاتشو دادم و بعد گزینه 2 گاج و سنجش سالانه است. نکته بعدی برنامه سالانه عاقلانه است. یعنی چی؟ یعنی که بچه‌ها یه برنامه‌ای باشه، کلی نباشه، جزئیات توش لحاظ بشه. پس نشونه های برنامه خوب جزئیات وجود داشته باشه، کلی نباشه. بعدی بر اساس سرفصل های کتاب های درسی باشه. ویژگی بعدی یه برنامه سالانه خوب حجم منطقی. ببینید این خیلی مهمه و نکته و قول معروف ویژگی بعدی حجم منطقی که بین هر دو آزمون برای شما میذارن حجم منطقی باشه. شما اگر قراره 2 هفته درس بخونید، به اندازه 2 هفته منطقی نگاه کنن، بگن فلان درس فلان سوال، فلان درس این تا درسش میاد، مثلا دینی 3 تا درسش میاد، زیست 2 تا فصلش میاد. نکته بعدی
فاصله زمانی که قراره بین آزمون ها باشه. حالا فاصله زمانی یعنی چی؟ یعنی شما 2 هفته یک بار آزمون میدی، هر هفته آزمون میدی، هر روز آزمون میدی که کاملا کار اشتباهیه. 3 هفته یک بار، ماهی یک بار. اون فاصله زمانی هم لحاظ شده باشه. و نکته بعدی که باز یکی از نکته هایی که خیلی مهمه من بالا می نویسم، زمان بندی درست برای دوران جمع‌بندی و پوشش کامل مطالب برای دانش آموز تو پایه 12 و پایه های 10 و 11. یعنی بیان یه زمان بندی کنن که شما قشنگ بتونید 3 تا پایه رو آخر سال جمع‌بندی کنید، بتونید توی دی ماه یه پایه و نصف پایه 12 و کامل جمع‌بندی کنید، توی عیدم همینطور. پس برنامه سالانه عاقلانه خیلی مهمه که حالا با توجه به این ویژگی‌هایی که گفتم، قلمچی در وهله اول، بعد گاج، گزینه 2 و بعد سنجش. نکته بعدی، ویژگی بعدی یه آزمون خوب، پاسخنامه و کارنامه‌ای که به دانش آموز ارائه میشه. ببینید شما آزمون میدید، پاسخنامه‌اش میاد، تحلیل آزمون باید بکنید که فوق‌العاده مهمه. از آزمون دادن، تحلیل آزمون کردن خیلی مهمه که حالا توضیحاتو بهتون میگیم که چجوریه این تحلیل آزمون. خب یه سری امکانات بعضی از مؤسسات بغل کارنامه و پاسخنامه‌شون گذاشتن. پاسخنامه‌شون عاقلانه تره، ویراستاری قشنگی داره، نوشتار خوبی داره که گزینه 2 قلمچی، گاج و سنجش به ترتیب. یه موردی هست چند سال اضافه شده به اسم لو رفتن سوالات. ببینید من اصلا فاز بچه‌هایی که میاد سوالای آزمون آزمایشی رو میخرن فرقی نداره چه مؤسسه‌ای رو درک نمی‌کنن، ولی خب اینا باید لحاظ کنید که این افراد شاید 5% کل شرکت کننده های آزمون رو تشکیل میدن. شد 5% از اون افرادی که قراره آزمون بدن. یعنی اگر 100 نفر یه آزمونی بدن، شاید 5 نفر صرفا برن دنبال این کار. که خب باید اینم لحاظ کنید چه مؤسسه‌ای بیشتر سوالاش لو میره، کیفیت آزمونش به چه شکل میشه وقتی لو میره و الی آخر. نکته آخر که واسه فکر میکنم همه بچه‌ها باید مهم باشه، قیمته. ببینید بچه‌ها، قیمت توی تمام مؤسسات شاید در آخر سال که شما نگاه کنید مساوی در بیاد. یعنی فرقی نداره دانش آموز 12 گزینه 2 امتحان بده، گاج امتحان بده، قلمچی، سنجش، فرقی نداره. در آخر سال همه بچه‌ها حدوداً یک قیمت برای آزمونشون به قول معروف خرج کردن. ما این چند تا نکته مهمم بگیم. ببینید بچه‌ها، ما در مورد همه آزمون‌ها صحبت کردیم، خوبی بدی هر چیزی که لازم باشه رو گفتیم، ولی یه نکته‌ای که هست و من به همه بچه‌ها میگم اینه که شما فرقی نداره چه آزمونی شرکت می‌کنی، مهم اینه که خودت درستو بخونی. یعنی چی؟ یعنی یا دانش آموز بوده بهترین آزمون هم شرکت می‌کرده که حالا تو مورد بعدی میگیم بهترین آزمونا چه آزمونایی هستن، رتبه خوبی به دست نیاورده، شاید هم یه آزمونی بوده که از لحاظ ویژگی‌هایی که ما گفتیم خیلی خوب نبوده، دانش آموز شرکت کرده و رتبه خیلی خوبی به دست آورده. این خیلی مهمه که شما فرقی نداره چه آزمونی میدی، مهم اینه که خودت درستو درست بخونی. حالا آزمون کمک میکنه به شما. خب بیایم جمع‌بندی کنیم. اگر قرار شما آزمون بدید برای سال بعد، نظر ما اینه که شما به صورت سالانه آزمون‌های قلمچی یا گزینه 2 رو شرکت کنید. برای دوران جمع‌بندیتون آزمون‌های سنجش جامعه رو شرکت کنید و این مابین از خودتون یک سری آزمون خودآزمون، حالا میتونه آنلاین باشه، میتونه آفلاین باشه، میتونه دستی باشه، میتونه مشاورتون براتون طرح کرده باشه، معلمتون طرح کرده باشه، از خودتون بگیرید که بتونه سطح به قول معروف علمی شما رو ببره بالا
بتونه شما بتونید با سوالای سخت کنار بیایید، بتونید تو تایم کم آزمونتون رو کامل بدید، مدیریت آزمونتون به قول معروف خیلی بهتر بشه. پس اگر من بخوام یه جنبندی داشته باشم و یه توصیه‌ای داشته باشم، نظرم به اینه که شما سالانه قلمچی و گزینه 2 آزمون بدید، هر رشته‌ای که هستید جنبندی سنجشی شرکت کنید و ما بین این تایم تو سال از خودتون آزمون بگیرید، مشاورتون ازتون آزمون بگیره و حالا داستان‌هایی که بود. ما یه سری آزمون آنلاین داریم، به موقعش باش در موردش صحبت میکنیم، ولی خب تستر و ماز تو یک سری درس ها خیلی از بقیه آزمون ها بهترن و میتونید به عنوان این آزمون خودآزمون تستر و گروه ماز رو در نظر بگیرید برای آزمون خودتون. موفق باشید.